24 iyul راهبران مأموریت 11 ناحیه شهری تاشکند با درخواست ساکنان طریق تلویزیون برآمد کرده عذرخواهی نمودند. چطوری که نشریه گازت اوز خبر می‌دهد مقامات رسمی به ساکنان طریق شبکه تلویزیونی اویلوی مراجعت کرده از آماده سازی ناکفایه به پاندمی و سستی مبارزه با سرایت کرونا ویروس عذر پرسیدند. Barchamiz yig'ildik. Sizlarga murojaatimiz bo'yicha haqiqatda pandemiyaning keng tarqalishi, ayrim oilalarda yaqinlarining ko'z yumishi, bu barcha vaqtida amalga oshirilmagan ishlar sababli biza shaxsan shu tumanni barcha rahbariyati uzr so'raymiz. در نوبت خود استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی در ازبکستان این عمل منصبداران را خودنمایش‌دهی و مسخره‌بازی نامیدند. مسخره‌بازی در عین آمادگی است. شما از پرزیدنت عذر پرسیدید. در عرفه زادروزی ناگهان همه در یک وقت یک روز به تلویزیون آمده عذرخواهی نمودند. می‌نویسد یکی از استفاده برندگان سامانه‌های اجتماعی. Qanaqa xatoga yo'l qo'yib, sizlar bilan qanaqa qo'pol muomalada bo'lgan bo'lsa, birinchi navbatda viloyat hokimi sifatida men uzr so'rayman. در ازبکستان آشکارا در بین منصبداران بخشش پرسیدن به عنعنه تبدیل یافته است. مثلا پس از خراب کردن خانه‌ها در منطقه‌های کشور و اعتراض من بعده اهالی، شوکت میرزیویف ماه اوگوست سال گذشته حاکمان را برای قانون شکنی تنقید کرد و از آنها دعوت کرد که از مردم عذر پرسند. Kimsizlarga aytdim, men sizlarga qaysinga topshiriq berdim, buzgin deb. Birontanga topshiriq bergan yo'qman. Buz uydi, o'qil uydi, bola qil. بعد از این حاکمان به طور آشکارا عذر پرسیدند و عذرهای خود را به ویدیو ثبت کرده در شبکه یوتیوب جایگیر نمودن را آغاز کردند. Men uzr so'rayman. Ijtimoiy tarmoqlarda ishtirok etayotgan, ommaviy axborot vositalarida bugungi